بسم الله الرحمن الرحیم و صلات و سلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المقربین. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. قال الله تعالی ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. قبل از هر چیز باید عرض بکنم خدمت حضار محترم که خواهرمون درست بنده رو معرفی کردن. ما هر جا باشیم نماینده شما هستیم، در کنار سفارت شما، در کنار سفرای شما در کشورهای اروپایی و جاهای دیگر، چون خودمون رو از شما میدانیم و شما رو از خودمون. بسیار خوشحال هستم که در روزهای آغاز مأموریتم در نروژ این توفیق رو دارم که در همایشی که به یادبود 15مین سال شهادت مجاهد شهید استاد مزاری برگزار می شود شرکت می کنم. از طرف خودم و همکارانم در سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلو از دعوت به حضور در این مجلس با شکوه قدردانی می کنم و از برگزار کنندگان و سازمان دهندگان این همایش تشکر می کنم. امیدوارم که تلاش‌های این عزیزان در برگزاری این کنفرانس‌ها قدم‌هایی در راه نیل به مصالحه و همدلی ملی در جامعه افغانستان باشد. تاریخ مبارزات مردم عزیز افغانستان مملو از مجاهدت‌ها و رشادت‌های دلاوران زیادی از نواحی و ولایات و جنبش‌های مختلف این کشور است. درود و احترام می‌فرستیم به تمامی این مجاهدان و گرامی می‌داریم یاد تمامی شهدای افغانستان، خاصه شهید استاد مزاری و شهید احمد شاه مسعود فرمانده دلاور ارتش مجاهدین و دیگر شهیدانی که ملت بزرگ افغانستان در راه آزادی تقدیم کردند. خوشحال هستم که می‌بینم جامعه افغان‌ها در کشورهای مختلف در روزهای اخیر و روزهای آتی چنین مراسم و جلساتی رو به مناسبت موضوع این همایش در جاهای مختلف از جمله در شهر اصفهان ایران برگزار می‌کنند. در این روزها با مناسبت‌های مختلفی روبرو هستیم. هفته وحدت رو پشت سر گذاشتیم و میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی و میلاد ششمین اختر تابناک امامت و ولایت امام جعفر صادق رو داشتیم. تبریکات صمیمانه خود رو به مناسبت این اعیاد بزرگ اسلامی به شما خواهران و برادران تقدیم می‌کنم. پیامبر گرامی اسلام اسوه‌ای بود با مجموعه از خصائل پیامبران پیشین و ختم رسول مرسول از جانب باری تعالی. شما مردم افغان با شعر و شاعری میانه خوبی دارید. شاهد مثالی رو عرض میکنم، ابیاتی رو از یک شاعر ایرانی تقدیم میکنم به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام. چون فرصت تنگ هست فقط گوشه ای از این ابیات رو تقدیم میکنم. شاهد مثالی است از مجموعه بودن پیامبر اسلام و خصایل ایشون. در جایی که خداوند متعال به آمنه سلام الله علیها بشارت می‌دهد در هنگام میلاد با سعادت پیامبر، میگوید: الا ای آمنه، ای مادر پیغمبر خاتم، سرایت خانه توحید ما باد و مشید باد، سعادت همراه جان تو جان محمد باد. بدو بخشیده ایم ای آمنه ای مادر تقوا، صدای دلکش داوود و حب دانیال و عصمت یحیی. به فرزند تو بخشیدیم کردار خلیل و قول اسماعیل و حسن چهره یوسف، شکیب موسی عمران و زهد و عفت عیسی. بدو دادیم خلق آدم و نیروی نوح و طاعت یونس، وقار و صولت الیاس و صبر بی حد ایوب. بود فرزند تو یکتا، بود دلبند تو محبوب،
سراسر پاک سراپا خوب. از تعالیم عالی پیامبر گرامی اسلام برای ما و مسلمانان همین حدیث نبوی کافی است که فرمودند انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. امیدوارم که خداوند متعال توفیق درک این فرمایش نبوی رو به همه ما عنایت بکنه. و اما همچنان که مستحضر هستید، امام خمینی رحمت الله علیه، معمار بزرگ انقلاب اسلامی ایران، به درستی 12 تا 17 ربیع الاول رو به عنوان هفته وحدت بین شیعه و سنی نامگذاری کردند تا فرق مختلف اسلامی به جای پرداختن به افتراقات به دنبال وحدت و همدلی باشند. شاید هفته وحدت بیشترین همخوانی رو با عنوان این کنفرانس داشته باشه. موضوع مصالحه ملی در کشوری مانند افغانستان که از اقوام و مذاهب مختلف تشکیل شده است، اصلی اساسی و بنیادی است. دانشمندان علم سیاست تعدد قومیت‌ها و مذاهب در یک کشور رو یکی از عناصر تاثیرگذار در اقتدار ملی اون کشور می‌دونند. متاسفانه در کشورهای منطقه خاورمیانه که تعصبات قومی و نژادی و مذهبی شدت بیشتری داره، این موضوع تحت تأثیر نیروهای خارجی و خارج منطقه‌ای بخش عمده‌ای از توان دولت‌ها رو در مبارزه با قومیت‌گرایی و جدایی خواهان فرقه‌ای به خود اختصاص داده. تاریخ افغانستان نیز خالی از این واقعیت نیست و نبوده. و اینکه بانیان محترم این همایش عنوان رهبر شهید و مصالحه ملی رو برای این مراسم انتخاب کردند، نشونه نگاه ظریف این عزیزان به اساسی ترین نیاز مردم افغانستان برای نیل به جامعه‌ای پایدار و پیشروست. امام خمینی رحمت الله علیه از چالش اختلاف بزرگی مانند زمان ولادت پیامبر گرامی اسلام بین اهل تسنن و تشیع یک فرصت ساخت و امروز مسلمانان در یک هفته جلوه‌ای از قدرت و اقتدار و وحدت رو به نمایش می‌گذارند. این الگویی است تا رهبران اقوام و نژادهای مختلف افغانستان نیز با گذار از فرقه‌گرایی این تهدید رو به یک فرصت برای افغانستان مبدل بکنند. برادران و خواهران عزیز، حدود 10 سال از اشغال افغانستان و حضور نیروهای بیگانه در این کشور می‌گذره. شما در یک کشور اروپایی زندگی می‌کنید، در بالاترین نقطه این کره خاکی. دیدید و شنیدید که اروپایی‌ها، بخشی از اروپایی‌ها چگونه در مورد کشور شما قضاوت می‌کنند و چگونه به اون می‌نگرند. افغانستان چیست؟ کجاست؟ و یعنی چه؟ در نظر بسیاری از اونها با توجه به تبلیغات منفی مداومی که در مورد افغانستان انجام شده طی سالهای گذشته، افغانستان یعنی تروریسم، یعنی مواد مخدر، یعنی طالبان، یعنی القاعده، یعنی فقر، یعنی وحشت و هر آنچه که بتوان از این عوامل منفی نام برد. پس به زعم اونها چه باید کرد؟ باید رفت و به اونجا ثبات بخشید. حتما به یاد دارید که نیروهای اشغالگر با چه شعارهایی وارد افغانستان شدند. قوی ترین ارتش‌های دنیا نیروها و تجهیزات خودشون رو به افغانستان بردن. به چه منظور؟ برای اینکه تروریسم رو ریشه کن کنن ولی نتوانستن. برای اینکه ریشه مواد مخدر رو بخشکانند ولی نتوانستن. برای اینکه اقتصاد بهتر و زندگی بهتری برای مردم افغانستان به ارمغان بیاورند ولی نتوانستن. برای اینکه امنیت بیشتر در افغانستان ایجاد بکنن ولی نتوانستن. آیا سربازان و فرزندان اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به افغانستان اعزام شدند که به خاطر مردم شما کشته بشود؟ خیر. واقعیت چیز دیگری است. اون چه که عرض کردم، اینها انتظارات ما، انتظارات شما و انتظارات جامعه بین‌المللی و افکار عمومی است از این لشکرکشی. اما واقعیت متاسفانه چیز دیگری است.
و این انتظاراتی که عرض کردم محقق نشد طی 10 سال گذشته. چرا؟ چون اراده لازم جهت تحقق این اهداف در نیروهای اشغالگر نیست و نبوده. حفظ وضعیت موجود با فراز و نشیب‌های مختلف بهترین توجیه لزوم حضور این نیروها در کشور شماست. اونها اومدند که بمانند و اینک 10 سال پس از حضور این نیروها در کشور شما قضاوت در مورد حاصل این حضور با شما مردم افغانستان است. اگر قرار است کسی امنیت و ثبات رو به افغانستان هدیه بکند، هیچ کس سزاوارتر از مردم افغانستان نیست. تجربه حضور نیروهای خارجی نشان داد که اونها نمیتوانند و یا نمیخواهند چنین کنند. چرا؟ چون ارزش‌های شما و خاستگاه شما رو نمیشناسند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دولت دوست و برادر همواره و همیشه از ثبات و استقلال افغانستان حمایت کرده و هر آنچه در توان داشته است برای این کار انجام داده است. بدانید که کشور ما همیشه پشتیبان و حامی شما خواهد بود. اجازه دهید که کلامم رو با یادی از استاد شهید مزاری پایان بدهم. ایشان که مزار شریفش در مزار شریف واقع هست، جایی که ما دیپلمات‌های جمهوری اسلامی خاطره خوبی از این شهر متاسفانه نداریم به دلیل کشته شدن تعدادی از دیپلمات‌های ما توسط طالبان در مزار شریف. ایشون بر وحدت خیلی تاکید داشتن و همیشه صحبت‌هاشون رو با آیه شریفه‌ای که عرض کردم شروع می‌کردم. ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. و این از روح مبارزاتی ایشون ناشی می‌شد. ایشون می‌فرمودن که ما مردم افغانستان هستیم. هیچ نژادی رو نفی نمی‌کنیم. همه باید بیایند و در این مملکت برادروار زندگی کنند. تنظیم‌های سیاسی در افغانستان باید همدیگر رو بپذیرند و در صدد حذف یکدیگر نباشند. این یعنی چه؟ یعنی وحدت. البته من این جملات رو بایستی با لهجه شما میخوندم که متاسفانه قادر نیستم. تشکر مجدد میکنم از کلیه عزیزان برگزار کننده این همایش و از شرکت کنندگان محترم. از طرف خودم و دوستانم و سفارت مجدد قدردانی میکنم از این جلسه پرشکوهی که برگزار کرد. و سلام علیکم و رحمت الله.